آشنایی با انواع کمیک هایی که حتی اسمشون هم نشنیدید. به امیج گلکسی جایی برای معلق شدن در دنیای خیال خوش اومدید. ما اینجا قرار درباره تمام آثار تصویری در دنیای حال حاضر وجود داره صحبت کنیم. با ما همراه باشید. کامیک بوک اصلی ترین و مشهورترین شاخه صنعت کامیک همین کتاب‌های کامیک بوکی هستند که بیشتر کمپانی‌های بزرگ دیسی و مارول اونها رو در اختیار دارن. و هر هفته یا ماهانه سری کمیک های جدید میان به صورت دیجیتالی یا فیزیکی به دست مردم میرسن. این کامیک ها فقط کافیه نام ابرقهرمان بزرگی چون بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن یا آیرون من رو یدک بکشن و حتی ممکنه کیفیت خوبی هم نداشته باشن و داستان درست و درمونی هم نداشته باشن. فقط کافیه اسم ابرقهرمان ها رو یدک بکشن. کمیک استریپ این کامیک ها اغلب با کمیک بوک ها اشتباه گرفته میشن و تفاوت های زیادی در این نوع کامیک وجود داره یا کامیک با این وجود کامیک های استریپ خاستگاه کمیک های محسوب میشن یا کامیک ها. بزرگترین تفاوت کمیک ها یا کامیک های استریپ شیوه انتشارشونه و همینطور لحن طنزآمیزی که دارن. این کامیک ها برای بیان موضوعات سیاسی اجتماعی فرهنگی هن و به صورت معمولی در یک پلن در روزنامه ها انتشار می‌یابند و گاه ممکنه این پلن ها بیشتر از یکی باشن. رمان‌های گرافیکی بی‌شباهت به کمیک نیستن. در اصل تفاوت در اندازه اوناست. رمان‌های گرافیکی طولانی‌تر از کمیک‌های عادی ان و جدول فروش مخصوص خودشون رو دارن. رمان‌های گرافیکی میتونن قسمت‌های جمع شده یک سری کمیک باشن یا از همون اول به صورت کمیک یعنی رمان گرافیکی منتشر بشن. مانگا در جریان جنگ جهانی دوم و ورود آمریکا و انگلستان فقط بیسبال به سرزمین آفتاب ورود نکرد. بعد از جنگ‌های طاقت فرسای ژاپن با دشمن‌های خودش، اونها صنعت چاپ کامیک خودشون رو راه اندازی کردن، اما با نامی کاملا متفاوت. مانگاها به صورت چیپترهای هفتگی به کل مردم ژاپن و حتی کل دنیا معرفی و ادامه پیدا می‌کنند. با ضعف کمپانی‌های کامیکی در چند دهه اخیر دنیای مانگا به صورت شگفت‌انگیزی گسترش یافته و جالبه بدونی که مانگاکارها به صورت آزادانه مانگاهای خودشون رو به منظورم طراحی میکنن و هیچ کس نیست که اونا رو سانسور کنه و زیر سیاست‌های مسخره بره. مانگاها به صورت سیاه و سفید انتشار پیدا میکنن که البته طراحی و کشیدن مانگا و تمام کارهاشون توسط نویسنده یا مانگاکارها انجام میشه و به خاطر همینه که مثلا رنگ‌آمیزیشون یکم سخت میشه. جز اونایی که مثلا وان پیس، الان وان پیس با یه تیم تدوین خیلی بزرگ طرفه و هر هفته که میاد انتشار میشه. هر چیپتر از وان پیس صورت رنگی هم داره. یانکوما این سری از کامیک های ژاپنی کامیک های استریپ مخصوص ژاپنن که به صورت 4 پنل در میان. نکته قابل توجه در این مانگاها یا کامیک های استریپ مخصوص ژاپن اینه که هنرمندان باید از قاعده‌ای به نام کی شو تن کتسو پیروی کنن. کی به معنای چیه؟ اولین پنل یعنی مقدمه داستان. شو به معنای چیه؟ دومین پنل ادامه پنل اول. تن به معنای چیه؟ سومین پنل اوج داستانه. کتسو به معنای چیه؟ چهارمین پنل پایان داستانه. مانهوا خب کشور ژاپن اومد برای خودش نوع کامیک خودش رو ساخت. کره جنوبی هم کم نیاورد و مانهوای خودش رو ساخت پاسخی به مانگای ژاپنی. البته کره جنوبی اومد چیکار کرد؟ یه تفاوت خیلی بزرگ بینشون گذاشت. مانهواها رو به صورت کاملا رنگ‌آمیزی شده به مردم داد. داستان مانهوا اغلب عاشقانه و شکلی بصری از مانگاهای ژاپنی ان. البته در برهه‌ای از زمان کره جنوبی زیر سلطه ژاپن بوده و میتوان گفت نفوذ فرهنگ ژاپن بر کره است. مانها چین هم در برابر کشورهای ژاپن و کره کم نیاورد و کامیک مخصوص کشور خودش رو ساخت. باز هم مانها شکل بصری از مانگاه و خیلی شباهت داره و الهام گرفته از اونه که این مانهاها در زمینه‌های عاشقانه تاریخی و شاهزادگان چین مربوط میشه. تایوان هم داره این کار رو انجام میده و همه مانهاهایی که میسازه با تاریخ چینی همراهه.
وبتون به کامیک های کاملا دیجیتالی که نسخه فیزیکی ندارن وبتون گفته میشه. این تعریف خیلی ساده‌شه و باید بدونید که وبتون ها زمانی ساخته شدن که صنعت مانحوای کره جنوبی در حال نابودی بود. شخصی به نام جانکو در کره جنوبی این پلتفرم رو ساخت و باید بدونید که اثر وبتون مخصوص کره نیست و همه میتونن وبتون خودشون رو بسازن و در این پلتفرم قرار بدن. موشن کامیک، اگه حوصله خوندن کامیک رو ندارید میتونید به صورت انیمیشن نگاش کنید. البته موشن کامیک زیر شاخه‌ای از کامیک محسوب نمیشه ولی خب معرفی کردنش خوبه. تکست کامیک ها به نوعی اولین نمونه های کامیک محسوب میشن. در این فرم از کامیک ها متن زیر تصویر قرار داره و تصویر به نوعی پیرو متنه. فوتو کامیک، در این فرم از کامیک ها تمامی تصاویر اثر در اصل عکاسی شدن و شخصی به عنوان طراح وجود نداره و در کشور از ایتالیا این نوع کامیک خیلی محبوبیت داره و خیلی دوستش دارن. ممنون که با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت فراموش نشه. سابسکرایب کنید چون انرژی خیلی زیادی به من میده و منتظر بقیه ویدیوهامون باشید.